خوش اومدید به خیابون جذاب پهلوی. خب عزیزان، یه بار دیگه خدمت شما خیر مقدم عرض میکنم. سمت راست شما امامزاده صالح تکیه و بازار هست از جاذبه های محله تجریش. سمت راستتون خیابون مقصود بیت یا خیابون شهید دربندی، دو تا باغ بزرگ در خیابون سمت راست که بخشی از الهیه هست وجود داشته که حالا دیگه از اون باغ‌های سرسبز و بزرگ هیچ خبری نیست و به جاش آپارتمان سازی شده. شما در قلب شمیران هستید. شمیران به معنای جای سرد و خنک. سمت چپ شما میدون تجریش هست. تجریش به معنای زمین شیبدار. حالا حرکت میکنیم دور میدون تجریش و با اتفاقات این منطقه آشنا میشیم و بریم دور میدون تجریش. سال 66 سیل وحشتناکی میاد در شمیران، رودخانه دربند طغیان میکنه، سنگای بزرگی میاد در میدون سمت چپ قرار میگیره. یکی از این سنگا رو در ضلع شمال قرار دادن. الان روبروی شما یه تیکه روبروتون دوستان روبروی شما یه سنگ بسیار بزرگه، مراقب سر و چشمتون هم باشه که حالا سمت راستتون قرار گرفته. این سنگ بزرگ از سیل سال 66 یادگار مونده. خیابون‌های سمت راست شما غلام جعفری، ملکی و فنا خسرو هر سه منتهی میشن به شهرک سعدآباد یا شهرک سلطنتی سعدآباد. بریم با هم وارد طولانی ترین خیابون خاورمیانه بشیم. همین الان با هم وارد خیابونی میشیم که 18 کیلومتر طولش هست. از شمال تهران میدون تجریش تا جنوب تهران میدون راهن. طول این خیابون 18 کیلومتر و سال 1300 شروع میکنن به ساختنش. شما وارد خیابون پهلوی قبل انقلاب و ولیعصر بعد انقلاب شد. به هم منزل دکتر حسین فاطمی رو ببینیم. حسین فاطمی وزیر امور خارجه محمد مصدق بوده. سمت راست شما پشت این کیوس همین خونه آجری، همین حیات سرسبز منزل دکتر فاطمی و سمت چپ شما محله قلمستان. این عمارتی که ببینید بنیاد فرهنگی امیر خطیبه که کتابخانه دکتر حسین امینی 1318 تصمیم میگیرن این خیابون 18 کیلومتری رو درختکاری کنن. درخت چنار رو انتخاب میکنن. دو سمت خیابون 18,000 نهال چنار کاشته میشه، اما از اون 18,000 تا 6,000 تاش باقی مونده، یعنی 2/3 از بین رفته متاسفانه. روبروی شما سمت چپ یه ساختمون نیمه کاره با تیراهنای آبی هست. این ساختمون نیمه کاره بقایای باغ کلونل محمد تقی‌خان پسیانه. کلونل پسیان اولین خلبان ایرانی بوده که از هیتلر نشان صلیب آهنین گرفته بوده. مرد بسیار شجاع و دلیری بوده.
سمت چپتون بقایای باغ کلونل محمد تقی‌خان پسیان. اما بریم سمت راست. یه باغ بزرگی سمت راست شما حالا قرار گرفته. این باغ بزرگ منزل تیمسار نصیری بوده، سومین رئیس سادات. و سمت چپ شما چای کباب نایب 150 سال پیش ترکیب خوشمزه کباب و پلو و کره توسط حاج ممدلی‌خان عرضه میشه. کم کم نزدیک میشیم به پرآوازه ترین خیابان پایتخت، خیابان فرشته. 86 سال پیش عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات میاد اینجا ساکن میشه. کوچه بینام و نشان بوده، برای همین خیلی تلاش میکنه از شهرداری مجوز میگیره، کوچه رو به نام دخترش فرشته مسعودی فرشته میذاره، برای همین دیگه اینجا خیابون فرشته میشه. البته